دادگاه ولایت ایرکوتسک روسیه سه مهاجر تاجیک را که وگان زیستشان در شهر زلاری شب 12 نوامبر ساکنان محلی آتش زده بودند برای 2 ماه تا 13 ینور سال 2022 به حبس پیشکی گرفته است. در آن سوختار 2 مهاجر تاجیک نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سراج الدین گلزاده 19 ساله از فیض‌آباد و حصار جان باختند، ولی مقامات ایرکوتسک 2 نفر از افراد متهم به زنده آتش زدن مهاجران تاجیک را از حبس جواب داده 3 مهاجر جبر دیده قربانمت صادقوف و دلیر حسنوف را با اتهام قصد کشتار و جمعبای اسکندروف را با اتهام افباشی به حبس گرفته است. نزدیکان این مهاجران گفتند که فرزندان آنها در این حادثه دهشتبار شب 12 نوامبر جبر دیده بودند، نه گناهکار. دلیل حبسشان بی‌صاحبی ما بود. میدانند که ما ناتوانیم، دیگر هر کاری که خواستند میکنند. از دستمان چی میآید؟ گفته است محمد صالح اسکندروف، پدر جمعبای اسکندروف، یکی از مهاجران حبس شده برای جای آزادی. حکم حبس 3 مهاجر تاجیک در حال است که یک مقام نزدیک به تفتیش پرونده زنده به زنده آتش زدن مهاجران تاجیک برای جای آزادی گفته است از 3 ساکن محلی با گمان دست داشتن در آن عمل دستگیر شده تنها یک جوان 26 ساله روس در حبس پیشکی باقی مانده است. گمانبران دیگر از حساب ساکنان محلی 3 روز در بازداشت بودند و سپس آزاد کرده شدند. خبر داده است این منبع. محمد صالح اسکندروف، پدر جمعبای اسکندروف، روز 22 نوامبر برای جای آزادی گفت دادگاه پورا یک طرفه رفتار کرد و پسر او و همراهانش را بی دلیل به حبس گرفت. حالا برای دفاع از حقوق این 3 جوان تاجیک بازداشت شده ادوکات کرو کردند. رسانه‌های محلی نوشته بودند که گویا مهاجران تاجیک که در زلاری در یک ساختمان کار میکردند روز 12 نوامبر به یک دختر محلی گپ پرتافتند و او به دوست پسرش شکایت کرده است و آن جوان روس همراه یک دوستش به ساختمان برای رزبار آمده است، ولی زورشان به مهاجران نرسیده است. آنها را از آنجا پیش کردند، ولی بعد چندی آنها یک گروه بزرگ ساکنان محلی را جمع آورده به ادامه رزبار به پیش مهاجران آمدند. در جریان مناقشه وگانی را که مهاجران تاجیک همچون جای خواب و استراحت استفاده میکردند آتش زدند و در نتیجه 2 مهاجر تاجیک زنده به زنده سوختند. یک مهاجر شاهد حادثه شب 12 نوامبر که به دلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیوی آزادی فرضیه گپ پرتافتن را رد کرد و گفت ماجرا وقتی آغاز شد که مهاجران تاجیک روز 12 نوامبر برای پیشواز گرفتن پدر یکی آنها به دیه رفتند و در داخل مغازه از جانب 6 جوان محلی تحقیر شدند. او جریان تلاطم بعدی حادثه را چنین نقل کرد: شب 12 نوامبر ماشین‌های زیادی وگان ما را احاطه کرد. گروه جوانان آمده بودند. یک نفر با لباس پلیس نیز بود. فکر کردیم سندها را تفتیش میکنند. خواستیم به بیرون برایم که در را بستند. به سوی وگان ما تیر خالی کردند. وگان آتش گرفت. ما نفسگیر شدیم و در را شکسته برآمدیم. آنها با چوب و آهن ما را زدند. این شاهد حادثه مطمئن است که نسیم جان و سراج الدین را آن شب اول پرانیدند و سپس برای پوشاندن ایز جنایتشان آتش زدند. مقامات روسیه جزئیات حادثه را تا حال شرح ندادند. نتیجه تشخیص جسدها نیز تا کنون نشر نشده است. حضور کارمندان میلیسا را در حادثه شاهدان دیگر نیز تصدیق کردند. یکی از شاهدان که برای روبرو کردن به دادستانی دعوت شده است با آزادی گفت در حقیقت یک کارمند میلیسا را در قطار بازداشت شده ها دیده بود، ولی نمیداند چرا آزادش کردند. مقامات دادستانی و پلیس ایرکوتسک حادثه را شرح ندادند و معلوم نیست که بر کدام اساس افراد متهم به زنده آتش زدن مهاجران تاجیک را آزاد کرده و مهاجران جبر دیده را برعکس به حبس کشیدند. در همین حال سفارت تاجیکستان در روسیه گفته است که نماینده‌هایش قضیه را پیگیری دارند و از حق مهاجران تاجیک حمایت خواهند کرد. در سفارت به دلیل خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات از ارائه جزئیات دیگر در این مسئله خودداری کردند، ولی گفتند ما برای حمایت از حقوق شهروندان تمام چاره‌ها را می‌اندیشیم.